در شرق اوکراین روز 27 می مراسم دفن فرمانده شناخته جدایی طلبان الکسی مزگاوی دایر شد. مزگاوی در یک حمله پراسرار روز 23 می کشته شد. در رسم دفن او اعضای بتالون پریزراکی که مزگاوی فرماندهش بود شرکت کردند. مزگاوی قبلا هم چند دفعه مورد سوءقصد قرار گرفته بود. هنوز معلوم نیست که او را کی کشته است. مزگاوی با رهبران جدایی طلبان لوهانسک ماجرا داشت ولی آنها کیف را در قتلش عیبدار میکنند. در آذربایجان گروه‌های مخالفین در راهپیمایی برایشان عنعنوی روز جمهوری در روستای نوخانی زادگاه رئیس جمهوری نخستین آذربایجان گرد هم آمدند. رهبران مخالفین رئیس جمهوری کنونی ایلهام علیف را تنقید کردند و گفتند مردم آذری باید آزادیش را برگرداند. در ماه‌های اخیر در آذربایجان در ادامه معرکه سرکوبی جامعه شهروندی باز چند از فعالان مخالفین، دیگر اندیشان و ژورنالیستان دستگیر شدند. غرب این بازداشت‌ها را محکوم کرده است. در پشاور در شمال و غرب پاکستان دکانداران علیه حضور گسترده نیروهای امنیتی و تاثیر منفیشان به تجارت آنها اعتراض کردند. آنها میگویند مردم امکانی در این منطقه منع کردن ماشین‌هایشان را ندارند. اعتراضگران طلب کردند که قرارگاه‌های پلیس به یگان جای دیگر کوچانده شود. در استان پایتخت قزاقستان تظاهرات خرد در رابطه با مرگ هزاران سر آهوان سیگک که تحت خطر نابودی قرار دارند دایر شد. این نوع آهو قریب پوره در قزاقستان به سر میبرد ولی مقامات میگویند در هفته‌های اخیر جسد بیش از 120,000 سر سیگک را مرده پیدا کردند. این قریب نصف جمع آهوان سیگک در سیاره بود. علت مرگ سراسری سیگک ها معلوم نیست. پلیس یکی از فعالان را دستگیر کرد ولی مانع برگزاری خود تظاهرات نشد. در شهر دوشنبه حدود 129 سرباز در یک مراسم بخشیده به سالگرد 21 تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان سوگند سربازی را ادا کردند. رهبر هیئت مشاوران مرزبانی روسیه نیز در برابر این نو سربازان سخن راند. نیروهای روسیه تا سال 2005 مسئولیت حمایت 1400 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان را بر عهده داشتند. در قرقیزستان دانشجویان در شهر بیشکک به خاطر جمع‌آوری پول برای کارهای خیریه یک روز را صرف ماشین شویی کردند. این معرکه سال سوم باز دایر می شود. پولهای جمع آورده دانشجویان به یتیمخانه‌ها سپرده خواهد شد.